من اسمم میتون و امروز اومدیم با یک ویدیو جدید. این ویدیو ویژه شب یلدا من گرفتم و چند روز قبل شب یلدا گفتم آپلودش کنم برای اینکه حتما تو روز شب یلدا صبر کنید. حتما در روز شب یلدا به دردتون خواهد خورد. قراره که بریم سالاد میوه فصل پاییز رو درست خواستم بگم فصل آذر رو درست کنیم. بریم من توضیحات بیشتر صبر کنیم بشینم بهتون توضیحات بیشتر بدم. ویت سکند، 1 دقیقه صبر کنید. خب توضیحات بیشتر بهتون بدم راجع به سالاد میوه. سالاد میوه ترکیب چند نوع میوه است که زیاد خوردنش مضره ولی خوردن به اندازش بسیار مفیده. مضرات و فوایدش توی کپشن نوشتم و خوبه که هر 4 فصل مثلا باشه. فصل زمستون میوه‌های زمستونی، فصل پاییز میوه‌های پاییزی، تابستون و بهار هم میوه‌های خودش. خیلی خوب میشه. ما الان قراره بریم واسه شب یلدا درستش کنیم. بودو بریم تا دیر نشده درستش کنیم. بودو بریم. خب با فرما اومدم اینجا که درستش کنیم. 1 دونه موز قرار استفاده کنیم، 1 دونه سیب قرمز، 1 دونه پرتقال با 1 کم انار. همه اینا قرار دونه دونه درست کنیم. اول میریم سراغ موز. 4 نوع میوه با هم دیگه ترکیب شده. اول از همه موز آماده میکنیم. صبر کنید اینا رو بیرون بذاریم. اینا که برای خوردنشه. اول موز آماده میکنیم. موز که میوه مورد علاقه منه. کلن باید درش بیاریم و خوردش کنیم. از رفقا اینجا اتاق بزرگ اتاقمونه. اتاق بزرگ خونمونه. پشتم یه بک‌گراند زیبا از بادوم و نمیدونم برنج و دیگه چیه گردو و همه چی هستش. و اینجا خیلی هم سرد شده این روزا. خیلی الان -3 درجه است نگاه کردم و این خیلی خوبه. من ته موز رو هیچ وقت نمیخورم، خوشم نمیاد. اوکی، همین توی یه ردیف خاص خوردش کنید. خب این از این موز که دیگه لازم نیست. میرسیم پرتقال. اینو باید اینطوری جدا کنید، نه اینکه قاچ کنید. اینطوری باید جدا کنید. بهتون میگم چی. یه دونه هم خودم خورد. بعدش اینا اینطوری 3 تا باید بزنید. همینطور که میبینید اینطوری 3 تایی باید بزنید و از هم جداش کنید. یه پرتقال کامل.
خب مثل نوبت سیبم هم وسط ما باید 2 نصفش کنیم و بعد تیکه تیکش کنیم، درست اونم مثل پرتقال. درست به همین اندازه می‌بریم و این هم اینطوری 3 بخشش می‌کنیم. همینطور. اکثرا آماده کردیم، دستم شسته. سیب و موز و پرتقال اینا باید با هم دیگه ترکیبش کنیم. این میشه سالاد میوه به فصل پاییز. همچنین انار هم باید قاطی باشه و تم چیز میگه، تم یلدایی میگه. آخر سر انار هم بهش اضافه کنیم. انار دور شده من داشتم، دیگه نکردم توی ویدیو. خب رفقا این یه سالاد میوه خیلی زیبا شد. برو بریم تستش کنیم. برو بریم تستش کنیم. فقط دلیل اینکه من اونجا حرف میزنم این بود که اتاق آکوستیک نبود و صدا میپیچید و همه خواب بودن. همین الان دیگه راحتیم. و اینم بگم فقط موز و سیبشو که خوردین، انارش و اینا موند، این برای مهمونی و اینا خوبه. انار و پرتقالش موند، میتونین دلار هم بهش بزنین که خیلی خوب میشه. خیلی مفید و خوبه. بمب ویتامینه برای مهمونی ها خیلی خوبه. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنین هر فصل و هر راهنمایی چیزی داشتین داخل این ویدیو بنویسین، زیر داخل کامنت ها بنویسین، کمکتون میکنم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. نوتیفیکیشن هم حتما بغل بزنین که زمانی که ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع داده شه. و اگه ویدیو خیلی دوست داشته حتما از طریق لینکی که داخل توضیحات ویدیو واسهتون گذاشتم منو دونیت کنید. خب تا ویدیوهای دیگه میبینمتون. شب یلداتونم مبارک، پیش مبارک، چون زودتر از یلدا گذاشته شده. و تا ویدیوهای دیگه میبینمتون. بای بای.